میخوایم در مورد هنر صحبت کنیم به دو دسته تبدیل میشه: هنر کلاسیک و هنر مدرن. البته که درباره هر هنر مدرنی صحبت نمی‌کنیم. وقتی درباره آثار مدرن توی آثار مانگاهای ژاپنی صحبت می‌کنیم، همیشه باید به اثری مثل سولیتر اشاره کنیم. مانگای سولیتر که توسط آقای آتسوشی اوکوبو طراحی شده، به خاطر سبک داستان سرایی خاصش محبوب نشد، بلکه که باید اعتراف کرد که به وسیله هنر و سبک خاصش توی طراحی تونست یک محبوبیت عجیب رو به دست بیاره. سبک هنری سولیتر ترکیبی از زیبایی شناسی و تکنیک گاتیک هستش که تونست یک استایل کارتونی جدید رو وارد صنعت انیمه و مانگا بکنه. بلک باتلر، پاندورامارتس، دی گریمن و دث نوت، یا حتی اثری مثل فایر فورس. تا اواخر سال 2021 میشه گفت که این سبک به کمال خودش رسیده بوده و تبدیل به یک استایل عمومی در آثار مانگا قرار گرفته بوده، تا اینکه در سال 2022 با اومدن یک مانگای شونن همه چیز عوض میشه. گاچاکوتا یک داستان شونن هستش که با ترکیب ژانرهای مختلف و تکنیک‌های طراحی متنوع تونست یک سبک جدید رو وارد دنیای مانگاهای گاتیک بکنه. عصبانیت، خوشحالی، حسادت و ترس، سبک اگزاژره جدیدی که میتونست یک روایت جدید از داستان و هر کاراکتر خودش رو نشون بده و اون رو وارد صنعت مانگا و انیمه بکنه. همگی اینها بدون وجود سبک استریت آرت اتفاق نمیافتاد. در فرهنگ آمریکایی مخصوصا در دهه 70 تا 90 هنر گرافیتی با هدف اعتراضات مردمی یا نشون دادن قدرت‌های فرقه‌های گنگستری در جهت نشون دادن قلمروهای احاطه شده استفاده می‌شده و هنری که از موسیقی هیپ هاپ شکل گرفته و هویت خودش رو تشکیل داده. کیورانا، مانگاکای اثر گاچاکوتا، و همراه دستیار و دوست خودش یعنی هیدایوشی با هدف ترکیب این سبک با طراحی‌های ژاپنی یک سبک طراحی جدید برای ساخت و جهان گاچاکوتا ساختن که باعث شد اینقدر این اثر خاص بشه. به اصطلاح هنر دیزاین بلک آرتی که به ژاپن ورود کرده بود. میشه به این موضوع اشاره کرد که کیورانا تونست با وارد کردن سبک گاتیک به سبک گرافیتی های مثل اوربان آرت یک سبک جدید برای طراحی شخصیت‌های خودش استفاده کنه. یه جورایی میشه گفت که این سبک برای اون تبدیل به یک طراحی یونیک شده بود. اطلاعات زیادی درباره این مانگاکا وجود نداره که چطور تونسته وارد صنعت مانگا بشه، اما میشه این رو تصور کرد که اورانا به چشم یک شغل به این کار نگاه نمی‌کنه. اورانا در یک مصاحبه درباره این فضای عجیب خودش در طراحی صحبت کرده و توضیح داده که موسیقی راک تاثیر بسیار زیادی در تولیدات خودش داشته و خب میشه این موضوع رو کامل متوجه شد. هنر اورانا در طراحی کاراکترها به شکلی یونیک و خاص هستش که به جرئت میشه هر کدوم رو در یک قالب جدا تحلیل و بررسی کرد. علائم و جزئیاتی که فرهنگ ذهنی هر شخصیت رو نشون میده. در یک مصاحبه کوتاه که خانم اورانا و هیدایوشی داشتن به این موضوع اشاره کردن که ایده پردازی که برای طراحی شخصیت‌ها استفاده کردن با وارد کردن موسیقی راک شروع شده. لباس هایی که با دیزاین های هیپ هاپ کالچر و راک قاطی شده بود. برای مثال پروتاگونیست داستان یعنی رودو ترکیبی از بی‌نظمی ظاهری و نشانه های عاطفی مثل دستکش های اون هستش. همگی مستقیم به تم اصلی مانگا وصل میشن. ادارتی که در دنیایی پر از تبعیض و دوریز هستش که با ظاهری که داره دقیقاً این پیام رو منتقل میکنه. اما در این میان یک راز بسیار تاریک در میان این هنر وجود داشته. برگردیم به موضوع قبلیمون یعنی گرافیتی های سبک آمریکایی. در اواسط دهه 70 هنر گرافیتی همچنان داشته در مورد اعتراضات مدنی یا افرادی که سعی می‌کردن افکار و عقیده های خودشون رو به بقیه نشون بدن استفاده می‌شده. اما خب در فرهنگ ژاپن که سعی می‌کردن در نظم و انضباط و تمیزی کارشون رو جلو ببرن، هنر گرافیتی
تبدیل به یک قانون منفی شد، یعنی ممنوعیت استفاده از هنرهای گرافیتی در شهرهای ژاپن. این موضوع باعث شد که هنر گرافیتی صرفاً در دنیای مانگا استفاده بشه و یا صرفاً در مناطقی که اجازه مجوز این کارو در اختیار داشتن. هیدایوشی در مسابقه خودش به این موضوع اشاره کرد که اگه در دنیای مانگا این هنر رو ادامه نمیداد، قطعاً به اون به چشم یک مجرم نگاه میکردن. و خب این همون دلیلی میشه که هیدایوشی و کی اورانا تصمیم میگیرن در یک کلابریشن خاص وارد عرصه مانگا و طراحی بشن. البته که باید به این موضوع اشاره کرد که کی اورانا صرفاً در طراحی مانگا نقش داره، اما هیدایوشی در بخش‌های گرافیتی و یا کاراکتر دیزاین ها نقش بیشتری داشته. البته که خب مجبورید که به صفحه توییتر و اینستاگرام اونها سر بزنید که این حرف منو بهتر متوجه بشید. اما خب سوال اصلی مطرح شده داخل این ویدیو اینه که آیا انیمه یا مانگا یا اثر گاشیاکوتا واقعاً ارزش تماشا رو داره یا نه؟ که این سوال یک جواب بسیار بزرگ رو برای شما داره. اثر گاشیاکوتا با اینکه یک آرت استایل متفاوت رو بهتون ارائه میده، همچنین یک روایت جدید و جذاب رو از داستان‌های شونن رو بهتون نشون میده. همونجوری که داخل این ویدیو بهتون در مورد خطرات و کارهایی که در فرهنگ آمریکا و ژاپن وجود داشته گفتیم، این انیمه تونسته حتی این موضوع رو در داستان خودش روایت کنه. پسری که در دنیای زندگی میکنه که جوامع به دو دسته تقسیم شدن و افرادی که به درد این جامعه نمیخورن مثل یک زبال از این جامعه دور انداخته میشن، و پسری که سعی میکنه که انتقام بهترین کسی که در زندگیش داشته رو بگیره. اما آیا اگر فکر میکنید که هنوز هم در مورد تماشای این انیمه یا مانگا مطمئن نیستید، من میتونم یک ویدیو در مورد نقد این اثر براتون بسازم که شما رو در مورد این موضوع بیشتر مصمم کنم. ما تمام سعیمون رو کردیم که بتونیم یک روایت جدید رو از هنرمندانی بگیم که تلاش میکردن سبک خودشون رو وارد این عرصه بکنن، اما به خاطر فرهنگی که در کشور خودشون وجود داشته عملاً دستهای اونها بسته بوده. و خب این همون چیزی هستش که این داستان میخواد به شما نشون بده. متشکرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه نظر و درخواستی دارید حتما برای ما بنویسید، اما اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.